قطار از بالای پل است که از بالای پل قطار که از پاکستان آمده مثل سمت شریف بره و کلا که قطار راهای خیلی زیادی هم داره ماشاءالله. خط ریلی برای انتقال اموال از یک جای به جای دیگر، از یک کشور به کشور دیگر و منطقه نقل مدرسی حیاتی داره هم ارزان تمام میشه و هم خیلی این آخرین خونه که از بالای پل خب انشاءالله که دوستان عزیز در هر جایی هستید